سلام علیکم، خوش اومدین به این ویدیوی دیگه. همونجور که از تایتل ویدیو مشخصه، من تقریبا چند روز دیگه باید برم تهران. واقعیتش خبر رسید که یکی از دوستامون داره از ایران میره، ویزاش اومده و ما خیلی خوشحال داریم میریم که هم تو جشنش شرکت کنیم، همین که شاید دفاعش هم قبل جشنش باشه، کنارش باشیم. یه حس خیلی عجیب و غریبی دارم. این سومین دوستمه که داره از کنارمون میره. هم حس خیلی خوشحالیه، هم حس ناراحتی، چون فکر کنم دیگه آخرین باریه که اینجوری همه دور هم جمع میشیم. اوکی، غمگینش نمیکنم. برای رفتن به تهران من باید یه سری کار رو انجام بدم. اولین چیزی که تو ذهن هر دختری میاد اینه که حالا که من قراره برم مهمونی، قراره چه چیزی بپوشم. خیلی چیز مهمیه. من یه چند تا آپشن داشتم، این که برم مثلا بگردم دنبال لباس، یا مثلا برم کلی مزون بگردم، ولی از اون جایی که اون مدلایی که من دوست داشتم ممکن بود پیدا نکنم، تصمیم گرفتم که بدوزم. حالا میخوام بهتون نشون بدم مدلایی که انتخاب کردم چی است. خب من چون این گوشیم داره فیلم میگیره و از گوش قدیمی بهتون نشون بدم. یه مدل اینه، ببینین اینه پشتشم مشخص باشه. یه پارچه دیگه هم خریدم که این رو بدوزم. این یه پارچه دیگه هم میخوام این مدل رو بدوزم، با تفاوت این که این طرفش آستین داره. حالا چرا اینجا دارم نشون میدم؟ چون الان میخوام برم پرو لباسم. البته پرو که یعنی کارش دیگه تموم شده، من باید برم تحویل بگیرم، برای آخرین بار بپوشم که اگه ایرادی داره خیاطه برام ایرادشو بگیره. شاید خیلیاتون این سوال براتون پیش بیاد که تو معمولا توی ولاگات دوستی خیلی نداری، یا مثلا شاید با دوستی خیلی این طرف و اون طرف نمیری. خب من یا بیشتر با خانواده‌ام الان، یا مثلا با فامیل رفت آمد میکنیم، یا مثلا با دختر خالم خیلی زیاد میرم بیرون. و دلیلش اینه که من از وقتی که خب وارد دانشگاه شدم، چون تو این شهر نبودم و دوستای من یا اصفهانن یا تهرانن، تو دوره ارشدم هم خب خیلی همون تهران موندن، محل زندگیشون بود یا کارشون همون تهران بود موندن و اینا. و ما خب دیگه با هم خب ارتباطمون خیلی قویه، مثلا شاید هر روز با هم حرف میزنیم، با هم ارتباط داریم، سعی میکنیم حالا اون سوشالایز رو داشته باشیم. اما خب دیگه مثل قدیم همون شاید خیلی نبینیم. مثلا من آخرین باری که رفتم تهران 2 ماه پیش بود که برای سفارت هم میخواستم برم. برای همین خب خیلی کم همو میبینیم. اگه بخوام از روابطمونم بگم، ما یه اکیپ فکر کنم 8-9 نفره ایم اگه اشتباه نکنم. از حالا هم پسر توش داریم هم دختر توش داریم و ما هم یه 7-8 سالی هست که با هم دوستیم. یه سری از بچه ها خب از پیشمون رفتن برای مهاجرت و اینا که من خب خیلی دلم براشون تنگ شده. از بین این اکیپ ما 5 تا دختر بودیم که همیشه با هم بودیم. اولیش آریان بود که دقیقاً وقتی ما دوره لیسانسمون فارغ التحصیل شدیم، آریان به همراه دوست پسرش که الان شوهرشه رفت ایتالیا. خب ما اولین تجربه بود که اینطوری با دوستامون یهو از هم جدا شدیم و خیلی برامون عجیب بود. دیگه من وقتی مثلا ارشد اومدم تهران و اینا، بچه‌ها دیگه مهاجرتی نداشتیم از بین خودمون. دقیقاً شهریور ماه پارسال یکی از دوستای دیگه من ویزاش اومد و رفت. خیلی خیلی دلمون برای رویان تنگ شده، ولی خب حالا با ویدیو کال یا با تلفن و اینا با هم در ارتباطیم. ولی آدمایی که واقعا با هم زندگی میکنن، یعنی مثلا ما همه هفته ها کنار هم بودیم. خیلی وقتا خب من میرفتم خونه رویانینا تو تهران، با هم جمع میشدیم. پاتوقمون واقعا خونه رویانینا بود و خیلی هم بهمون خوش میگذشت. و امسال هم که ملیکا داره از پیشمون میره، هم خیلی خوشحالم براشون واقعا، هم خیلی ناراحت. خدا باعث و بانیشو بگم چیکار کنم. از بین اون 5 تا دختری که بهتون گفتم میمونیم من و الهام که جفتمون برای ویزای کانادا اقدام کردیم. البته الهام برای ویزای آمریکا اقدام کرده،
هنوز ویزامون نیومده، امیدوارم که ویزای ما زودی بیاد. خلاصه که هممون داریم میریم و این خیلی حس عجیبیه، هر کدوممون توی یه نقطه‌ای از این دنیاییم. من خیلی دیگه نمیخوام آرایش کنم چون قبلش هم ضد آفتاب زدم، یه روژ بزنم و آماده شم. اینجا دیگه رسیدم خونه خیاطمون و دونه دونه لباسامو داشتم میپوشیدم. این همون شلواری هستش که پارچه‌شو تو ولاگ قبلی بهتون نشون دادم. بچه‌ها این آماده شده، کاش میتونستم بپوشم تو تنم ببینیم، خیلی قشنگ شده و خیلی بامزه است. و به این صورت حالا بعد بره خوشویی. این اولین مدل. خب بچه‌ها اینم مدل بعدی، این که خیلی قشنگ شد، پشتش هم اینجوری به این صورت. یعنی دارم خدا میکنم زودتر اینا رو مهمونی بپوشم، خیلی قشنگه. با این خارا داشت میرفت تو دستم. خب دومین کاری که من اصلا نمیدونم چندمین کاره، ولی یه کار دیگه که میخوام انجام بدم، میخوام برم ناخونامو ژلیش کنم. حدوداً 2-3 سال پیش من ناخونامو میکاشتم، بعد هر ماه میرفتم حالا یه طرحهای مختلف میدادم و اینا. دیگه خیلی خسته شده بودم، ریمووش کردم. بعد دیگه چون ارشدم رفتم تهران دیگه وقت نمیکردم، یکم بعد تو هزینه ها صرفه جویی میکردم و اینا نشده بود. ریموف کردم. وای این رو بند من هست، از اینا که میچسبه. آره خلاصه الان که دارم میرم تهران اینجوری هم که خب من شاید میخوام جاهای مختلف برم، هی هر دفعه نمیشه دستم هی لاک باشه، هی لاک پاکم باشه و اینا. گفتم برم حالا برای این ماه یا برم لامینیت کنم یا برم ناخونامو ژلیش کنم. دیگه الان از دوستم وقت گرفتم، گفت ساعت 5 اونجا باش. الان 20 دقیقه به 5، انشالله به حق 5 تن برسم. و خیلی هم گرمه، بریم که سریع برسیم. هم دوست قشنگم هانیه. همین لباس تفک در امروز اصلا به خودم نرسیدم. تو داری عزیزم تو همه جور زیبایی، تو همه جور زیبایی. بچه‌ها این که دوستای باشگاهمه، خیلی عسل طلاه. فدات بش. خدا نکنه. خونم لامینیت کردم، قراره کرم بزنم. کرم اسمشه. قشنگ نوب سگم. چه فلجام این تو. خب دلمو زدم به دریا. خب بچه ها من دیشب که اومدم تا ساعت 11 شب همه جا برق رفته بود، یعنی ما فکر کنم 4 ساعت برق نداشتیم. بعد من دیگه نتونستم از ناخونام براتون فیلم بگیرم. الان اومدم تو نور. اینم ناخونای خودمه، لامینیت کردم فقط روش. حالا تا اینجا هم هستین یه چیزی بهتون نشون بدم. اینا رو ببینین، اینا بادوم زمینی هن. تازه مامانم اینا از باغ چیدن. یه روزی میبرمتون از چیدنش براتون حتما فیلم میگیرم. آره بریم که قراره چمدون ببندیم. خب بچه ها تا الان لباسای بیرونمو گرفتم، حالا کراپ تاپ و اینا رو باید بگیرم، کفشامو باید بذارم اینجا. تو این تیکه هم میخوام لوازم آرایش و کلا لوازم بهداشتی آرایشی و اینا رو بذارم. بریم سریع جمع کنیم. خب بچه الان چون اینا خیلی اینطوری بزرگن، من برای اینکه بخوام چیز کنم میرزم تو اینا. مثلا این بادی لوشن هم روش نوشتم دقیقاً چیه. این شامپو بدن چون مشترکه من مجبورم که اینو این شکلی بگیرم، بریزم تو. خب بچه من دیگه همه چی رو چیدم. اول خودم یه دور چیدم، دیدم خیلی بده، بعد دیگه مامانم اومد کامل اینا رو چید. بچه این کفش مهمونیمه، میخوام بپوشم. ببینیم چقدر قشنگه. لباس مهمونیم هم اینجاست، همینطوری که توی این کاوره هست. همین روی چمدون میذارمش که اینجاهاش دیگه چروک نشه چون از خوشرویی اومده. این کوله هم که حدوداً 7-8 ساله من این کوله رو دارم، خیلی کوله جونداریه و همیشه اینو با خودم میبرم. اینو تو اتوبوس نگه میدارم، لپتاپ و اسپریم و یه سری چیزای دیگه تو اینه. یه
ماگم میذارم که وقتی مثلا میخوایم اونجا پیاده شیم و یه استراحتی بکنیم چایی بخورم. اینم منم خسته کوفته دارم میمیرم. بسته میشه. یو علی مدد. دویدم من راه خیس از خاک خونه رو باز. صدای زنگ خورد و بعد از شادی با حال پرواز در اومد باز از شوق اون کوچه و شوق دریا. لبم خندون سرم سرمست گریه یادم نیست اشک و غم. دور از این کوچه دور از این خونه است دلامون از شوق بارون است شوق برفای روی ناودونگر. باد و بارون دریا موج آروم کرسی داغ و شاتو تا تو باغ در اومد. حال ما خوب جایی دور آتیش قنچه روی شاخه میگه باز بهار اومد. بچه من همین الان رسیدم. فکر کنم که 8 ساعت تو راه بودم. انقدر ترافیک بود با اینکه من روز شنبه است که حرکت کردم مثلا منطقی نبود انقدر ترافیک. الانم دیگه باید اسنپ بگیرم برم خونه دوستم. کلافه ترینم. سلام چطوری؟ خوبی؟ قربونت بشم. باز کن. چی؟ اسرم یا زهرا رفیقای دلغک من رسیدم. الان میخوام برم بالا. دوستم رو بعد 2 ماه و نیم فکر کنم دارم میبینم. چه بدونم. نیم پایین چطوری؟ سلام. خب بچه ها من بعد مدت ها دیگه دوستامو دیدم با هم وقت گذروندیم دیگه یکم دور هم نشستیم غیبت کردیم و چای خوردیم و اینا دیگه. بچه ها رفتن خوابیدن منم کم کم برم بخوابم. خیلی خسته راهم. خلاصه که کلی ویدیوها و ولاگ های جذاب دیگه تو راهن. حتما منو به دوستاتون معرفی کنید. اگه دوست داشتین حتما ویدیوها رو لایک کنین، کامنت بذارین و کانال منم سابسکرایب کنید. بوس به پیشونی تک تکتون. خدافظ.